حالا که با این روش علمی آشنا شدیم، بر همین اساس میخوایم اول سفتی و نرمی بافت ماهی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. پدیده‌ای داریم به نام ریگر مورتیس یا جمود نشی که با هم ببینیم این چی هست. بعد از مرگ ماهی جریان خون متوقف میشه و دیگه اکسیژن وارد بدن نمیشه که بخواد انرژی تولید بکنه. در نتیجه رشته‌های عضلانی که برای فعالیتشون به انرژی نیاز دارن، چون دیگه انرژی براشون تامین نمیشه منقبض میشن. بنابراین بدن ماهی سفت میشه، اما قبلش در چند ساعت اولیه بعد از مرگ، یعنی بلافاصله بعد از صید ماهی، چون هنوز ذخایر گلیکوژن و ATP کمی وجود داره و داره ازش استفاده میکنه، از اون تتمش، بدنش هنوز نرم و انعطاف پذیره که معمولا حدودا 2 ساعتی طول میکشه، که البته اگر دمای مناسب تری باشه، خنک‌تر و به اصطلاح دمای یخچال باشه، حدودا بین 4 تا 8 ساعت این فرایند ادامه داره. بعد از گذشته این زمان، یعنی دقیقاً وقتی که دیگه ذخایر گلیکوژن و ATP تموم میشه، همونطور که گفتم عضلات منقبض میشن و در نتیجه بدن ماهی سفت میشه که این مدت زمان در حدود بین 12 تا 48 ساعته که بستگی به دمای نگهداری ماهی داره، یعنی هر چی دما پایین تر باشه مدت زمان بیشتری طول میکشه. این روند به اصطلاح سفت شدن عضلات هم از قسمت دمی شروع میشه به چند دلیل. اول اینکه ذخایر گلیکوژن و ATP در دم کمتر هستن، در نتیجه زودتر مصرف میشه. در کنارش هم عضلات دم قبل از مرگ فعالیت بیشتری دارن و همین که گردش خون کمتری در دم نسبت به سر وجود داره. اما بعد از 48 ساعت چه اتفاقی میفته؟ مرحله پست ریگر رو داریم، یعنی با افزایش فعالیت باکتری ها و آنزیم ها از طرفی دیگه باعث تجزیه پروتئین های عضلانی میشن. در نتیجه بدن ماهی شل و نرم میشه. همه اینا رو گفتم که بگم وقتی میخوایم ماهی بخریم، اگر همون لحظه صید شده باشه بدنش نرمه تا چند ساعت اول، که این نشون دهنده اینه که خب خیلی تازه است. اما تا 48 ساعت بعدش بدنش سفته، یعنی اگر انگشتمون رو روی قسمت عضلات پشتیش فشار بدیم، نه قسمت روی شکمشا، جای انگشت نباید بمونه روش. یا میتونیم ماهی رو مثل تستی که من انجام دادم روی قزلالا و سالمون از کمر بگیریم. اگر قوس برداشت که یعنی کهنه است، اما اگر تقریبا توی خط صاف باشه نشون دهنده اینه که ماهی تازه است و اون تو بازه زمانی 48 ساعت قرار داره.